سلام امیر پلیرم، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. آقا من یه چند روز پیش توی اینستا داشتم میگشتم، یهویی با یه ویدیویی مواجه شدم. یه حالا نمیدونم چی بذارم اسمشو، یه نفری حالا رفته بود سر قبر غلام حسین ساعدی، رفته بود سر قبر غلام حسین ساعدی و داشت گویا ادرار میکرد، حالا اونطوری که معلومه و اونطوری که میگه. ولی خب خواستم یه صحبتی کنم باتون و اینم بگم که حالا اونایی که میرن سر قبر غلام حسین ساعدی و حالا ادرار میکنن یا چیزای دیگه، به نظر من بیشتر از غلام حسین ساعدی حالا کسانی هستن که میتونی بری سر قبرشون. مثلا آقای رضا براهنی و قشنگ، یعنی با این منطقی که شما رفتید سر قبر غلام حسین ساعدی میتونستید بدید سر قبر رضا براهنی قشنگ تر بزنید رو قبرش. خب ولی من بهتون واقعا طرفدار این نیستم که سر قبر حالا نویسنده‌ای، شاعری، فیلسوفی یا حالا هر چیزی بیایم مثلا اینطوری بی احترامی کنیم. ولی خب باید بگم که اگه هم میخواید برید سر قبر رضا براهنی برید، ولی یه دونه مسئله هست اینجا. اگر هم میخواید برید سر قبر رضا براهنی و تر بزنید به قبرش، یه مسئله رو قشنگ آویزون گوشتون کنید. قبل اینکه تر بزنید برید اون حرفایی که رضا براهنی مثلا گفته توی کتاباش اونا رو بخونید، درباره همون مسئله‌ای که به خاطرش میرید حالا ادرار میکنید، تر میخواید بزنید یا حالا هر چیزی، سعی کنید اول برید کتابش رو بخونید، اون نوشتهش رو بخونید. اگه حالا راضیتون نکرد میتونید، به نظرم غلام حسین ساعدی خیلی نفر خوبی نیست برای این کار که برید حالا سر قبرش این کارو بکنید. برید سر قبر رضا براهنی و قشنگ تر بزنید، ولی اول بخونید اون چیزهایی که نوشته رو بخونید، بعد تصمیم بگیرید که تر میخواید بزنید یا نمیخواید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. ممنون.